به نام خدا. BIPV چیست؟ Building Integrated Photovoltaics یا پنل های خورشیدی پیوسته با نما. پنل های خورشیدی یک پارچه به چه پنل های خورشیدی گفته می شود؟ ساختمان های خود انرژی چه ساختمان هایی هستند؟ چگونه می توان از سیستم ساخت و ساز آلاینده محیط زیست به سیستم ساخت و ساز سبز، پایدار، پویا و مدرن رسید؟ متریال های خود انرژی به چه متریال هایی اطلاق می شود؟ و مبحثی که بسیار مهم هستش و امروز در دنیا خیلی مطرحه، هوش مصنوعی. هوش مصنوعی چگونه مصرف انرژی و تولید انرژی سبز در ساختمان رو تحت شعاع قرار خواهد داد و چگونه سیستم های هوشمند ساختمانی و مدیریت هوشمند با کمک هوش مصنوعی میتونن مصرف انرژی در ساختمان رو کاهش بدن، افیشنسی اون رو به میزان حداکثر بالا ببرن و به ما کمک کنن تا ساختمان سازی سبزتر، پایدارتر، پویاتر و مدرنتری رو داشته باشیم. من دکتر مهراد حاجی بابایی هستم، مدیریت مجموعه BIPV ایران و خوشحالم که با شما در این سلسله مباحث همراه هستم. در این سلسله مباحث سعی میکنم که به بررسی تکنولوژیک و کاربری سیستم های نوین انرژی در ساختمان با تکیه بر سیستم های خورشیدی که امروزه بزرگترین سکتور و بخش از تولید انرژی های سبز در جهان هستند بپردازیم و همچنین مباحثی رو مطرح بکنیم که بتونه به طراحان، سازندگان و مصرف کنندگان ساختمان کمک بکنه که به سمت ساختمان هایی برن تا آلایندگی کمتری رو برای محیط زیست داشته باشه و به پایداری ساختمان سازی و ساختمان سازی سبز کمک کنه. در کانال ما جوین بشین، مباحث ما رو دنبال بکنید، ما رو از نقطه نظرهای خودتون مطلع بکنید و به ما کمک کنید که بتونیم مباحث بهتری رو در این کانال برای شما داشته باشیم. متشکرم.